اوه اوه اوه، عجب جمعیتی، عجب آتیشی، دم همگی گرم. راستش بنده موشکاف اوکراینی بلد نیستم، وگرنه یه تبریک جانانه میفرستادم واسه رفقای موشکافم تو کیف. به جاش چون فارسی بلدم یه تبریک مخلصانه و موشکافانه تقدیم میکنم خدمت شما هموطنا. اگرم دلیلشو بپرسید میگم واسه خاطر قیشقیشیه که بعد از این داستان تو پیچ و مورای علی گدا افتاده، ملاحظه کنید. در تهران برخی با حساسیتی غیر قابل درک به پیگیری مسائل اوکراین میپردازند. گویی این کشور یکی از استانهای ایران اسلامی است. بنده موشکاف اولش گفتم آخه بابا اوکراین چه ربطی به ایران داره؟ گفتم لابد جماعت کوسه میخوان اینجوری یه سیخی تو پک و پلوی اوزما فرو کنن. اما بعد که موشکافی کردم دیدم این هم هست، منتها یه چیز دیگه هم هست. ببینید، یورو به جای استقلال. مخالفان مورد حمایت غرب در اوکراین دیروز بعد از برکناری رئیس جمهور قانونی این کشور بلافاصله نام میدان استقلال کیف را به یورو تغییر دادند. آمریکا از برکناری رئیس جمهور قانونی اوکراین به دست مخالفان مورد حمایت خود استقبال کرده و گفته از اینکه تیموشنکو نخست وزیر غربگرای سابق اوکراین از زندان آزاد شده خوشحالیم. روند تحولات اوکراین آنقدر سریع در حال تغییر است که پارلمان اوکراین که با تغییر رئیس جدیدش به آمریکا و غرب نزدیک شده، حتی تاریخ برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را هم مشخص کرده. 4 خرداد. به پا شست پا تو چشت نره. حول و ولا رو میبینی؟ سید علی طوری دست باچه شده که انگار امروز فرداست که قیام اوکراین وصل بشه به قیامای ایران و کرک و پر ولایت و کز بده. 2 جمله بعد قلب سید علی طلوپی میفته تو جیب عباش. از طرفی مخالفان غربگرا هم که تا چند روز پیش به محض موافقت با عفوشان فرار را برقرار ترجیح داده و برای خروج از پایتخت به سمت راه آهن و متروی کیف هجوم آورده بودند، حالا آنقدر دور برداشتند که علاوه بر تصرف کاخ ریاست جمهوری، نیروهای پلیس را هم در مقرشان حبس کردند. وای 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 وای، تصرف بیت ولایت و حبس سگای نیروی انتظامی تو مقرشون. اینجاست که عظما قبض روح میشه. در این بین آنچه بیشتر از همه به چشم می‌آید آزادی سرکرده مخالفان و حضور وی در جمع آنهاست. تیموشنکو که 10 سال پیش با حمایت آمریکایی‌ها و در یک کودتای رنگی به قدرت رسیده بود، با حرف‌های تحریک‌آمیزی که بوی انتقام از آن بلند می‌شد گفت: مبارزه به پایان نرسیده است. ما باید یانوکوویچ و توفاله هایی که او را احاطه کردند را به میدان بیاوریم. همچی میگه سرکرده که هیچکی ندونه فکر میکنه داره از دشمنای نظام خودش حرف میزنه. البته حق هم داره، چون امروز برای بچه‌های اوکراین یانوکوویچ و توفاله هاشو میارن تو میدون، فردا ملت ایران ولی فقیه و تاپاله هاشونو میارن تو میدونا. جالب اینجاست که این وسط دار و دسته کوسم تب و لرز گرفتن اینها. همزاد پنداری وضعیت اجتماعی اوکراین و ایران خیانت به دموکراسی و مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی می باشد. حالا میرسیم به اصل داستان که عبارت است از همزاد پنداری باندا و مهره‌های ولایت با دیکتاتور افقی اوکراین. آره عزیز جان، اصل قضیه اینه. طرف دیده ملت وایسادن توته موته رو خفه کردن، واسه خاطر همین فیوز پرونده. چه فیوز پروندنی. کاسه کمچه رو جمع کن سید علی که ملت میخوان بیان برات. محسن جان اون کلیپی که رو اینترنت دانلود کردم و پخش کن، مال کاسه آقای خودمونه. ایشالله ایشالله.
میخوام برم آخون کشی میدل به پر از خوشی لگت بزن بسیجیره درد بی درمون بگیره باشم به جنگ خامنه خبر کنم زاکانه مشتی قلم تو شالیزار هم میخخور هم میبرر بگو بیاد دست بول رو گردن ملا بزر آخوند آویزه نکنیم خونش بیرون نبکنیم ایشالله خامنه بیمیره میدل قراری بگیره میدل قراری بگیره